مردم میخوام خیلی چیز خیلی یا خیلیش بگیم ساده باور میکنه ده اگه با فکر می چیز یکم اومدگی نیست ده یکم کتاب ده یکم دین ده اومدگی نیست بعضی‌ها مثلا در دین میچسبند ممکن از بسوادی بودگیست برای که سوادی پره دینی ندارن خودشون میزنن به این دست چون کیم کیوره بعد چی میگن یک آدمای در دین خلاص از دهانی کیم کیو فهمیده خودشون همین سوادنوکی دینی شدن خیلی اگر گیرن خونن بهتر میشود به همین حروفات پرستی چی نمیشد بسیاری همین جوانای ما از سبب بسوادی دینی برده خودشون من این ایگیل میگن چی میگن دینو زدن چون شرمنده کردن خلاص شرمنده مردن رفتن همین جنگو با از روی بسوادی باید مسلمان از کفر فرقش همینه جندور ضرر میرسانند تو روز چهارشنبه روز شنبه خوگمون نمیپرتاد باید این کار دیگر روز رو کنید من یازد تازگی یعنی کسی نخونه رو باید میکند غضب خدا باید از رحمت خدا باید دوره فهمیدید؟ یعنی وقت همین گپ اومدگی مردم هم چیز باور میکنن اگه خیلی بگیریم یکم کتاب و یکم چیز نرسوندگی نیست ای چیز در دین اسلام هم در چی هم درست هم میگن که بابوشید اومدگی همین گپ هم میگن ده اگر که در زیر تاثیر عنعنه‌ها و غایه‌های دینی مانده باشد و دین علم بزرگترین است لیکن اون چیزی که با این دین وارد میسازند و مردم با وی زهرآلود میکنند این خرافات است که با حیات روزگار هر یک انسان ضرر وارد میکند نباشد آخی گرفتن ناخن و گرفتن موی سر و اینها چی وابستگی دارن به روز و به ساعت و به وقت همه این در حالتی که همین با وجود آمده است و ضرر وارد میکند به زندگی ما و شما و میکروب ها در زیر این ناخن ها جمع میشوند فرق ندارد کدام ساعت و کدام وقت اینها را تراشیده تازه کرده از جهت گیگینی خود را به زندگی و حیات مطابق کرده از مردم از زینا مختلف است هر کس هر فکر و چیز خود داره اون که مردم به می تلقین شده میگه که می باید شود این خرافات است در مجموعه دیگه من هستی باید نباشه صحیح نیست از لحاظ شرعی درست نیست